حاضر حاجت خانه ها در مثلا در کوارتیره ها حاجت خانه و باید یک جو یعنی که تورات میکردگی جو برای همون وقتی که شما چه خیلی مدام که گفتید در درون حاجت خانه بسم الله گفتن حرام است یا که نام الله رو گرفتم طهارت قضای حاجت کردید بعد برای طهارت چیکار کردن یا بود برآمده بسم الله گفته بوبش در اومدن در کام یا چیکار کردن در کورانی حالت برای پیش از طهارت سوای کردن بعد قضای حاجت در طهارت خانه هایی که هم موضع قضای حاجت است هم موضع طهارت کنی است آیا بسم الله گفته می شود یا نمی شود؟ بعضی علما این مسئله معاصر است. البته در زمانه های قدیم چنین حاجت خانه ها جدا بود. حاجت خانه موضع تنگ بود، فقط برای قضای حاجت غالبا اگر کنن استنجا میکردن، اما طهارت در بیرون است. بنابراین بسم الله گفتن در بیرون یگان باکی ندارد، لیکن در داخل حاجت خانه منع است نام الله تعالی را ذکر کردن. نه فقط نام الله تعالی، از آداب قضای حاجت گپ نزدن در داخل حاجت خانه. و بنابراین بعضی علما گفتن که کسی که در داخل آن حاجت خانه هایی که هم موضع طهارت است و هم موضع قضای حاجت است، آنهایی که میگویند که طهارت کردن واجب است باید بسم الله گویی. ابن باز رحمت الله علیه میگفتند که گفتن گیر برای آنکه واجب است، طهارت نمیشد. و بعضی علما مانند استاد ما شیخ محمد ابن محمد مختار شنقیطی حفظه الله میگفتند که در داخل دلت بگوی، برای آنکه در حدیث قدسی آمده است که فمن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی و من ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم. کسی که مرا در نفسش ذکر کند من او را در نفسم ذکر میکنم. ظاهر حدیث دلالت به مشروع بودن ذکر کردن در نفس، یعنی انسان میتواند با بدون زبان هم ذکر کند که این را بعضی ها فکر میگویند نه ذکر. عموما یعنی این یک قول است. قول دیگر این است که به بیرون برآمده بسم الله گفته می درآید و این سه قول است. یعنی قول یکم در حاجت خانه بسم الله میگوید، قول دوم در داخل دل میگوید، قول سوم به بیرون برآمده یا اینکه پیش از آن که به حاجت خانه در آمدید بسم الله اللهم نعوذ بک من الخبث والخبائث گفته عباره نیت میکنید به طهارت هم، یا اینکه برآمده بسم الله میگوید و گشته میدرآید، یا اینکه قول چهارم به بسم الله یعنی طهارت کرده میگیرید برای آنکه بسم الله مستحب است گفتن. ولی به هر حال دو قول را احتیاطاً اگر اجرا کنید خوب است. برآمده بسم الله گفته میدرآید و یا اینکه در داخل قلبتون بسم الله میگوید. والله تعالی اعلم.